روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میخواستم امروز دو حدیث را بیان کنم که پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه هر روز استغفار میکرد. دو تا حدیث صحیح در بخاری و مسلم آمده. حديث يكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که گفت پیامبر را شنیدم می گفت صلی الله علیه و سلم: والله، قسم می خورد، والله اینی لاستغفر الله، به تأکید به درستی که من به سوی الله توبه میکنم در یک روز بیشتر از 70 بار، بیشتر از 70 بار. و در دیگه حدیث آمده است که حدیث مسلم ده: یا ایها الناس، ای مردم، توبوا الی الله و استغفروه، به سوی الله توبه بکنین و استغفار بکنین، فانی اتوب فی اليوم 100 مرة، پس به درستی که من در یک روز 100 بار استغفار میکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاد استغفار میکرد و زیاد عبادت میکرد. چگونه که حدیثی که در بخاری آمده است که پیامبر را یک روز دیدن خیلی عبادت زیاد میکرد. گفتندش: یا رسول الله، آیا الله گناههای گذشته تو را و آینده تو را بخشیدگی نیست؟ فقیل له، برای پیامبر گفتند: غفر الله لك، الله تو را بخشیده است، ما تقدم من ذنبك، گناههای گذشته را، و ما تأخر، و گناههایت که می آیند. قال، پیامبر در جواب چی گفت؟ افلا اکون عبد شکورا، گفت آیا من از جمله از بنده های شکرگزار الله نباشم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم، حبیب الله، پیامبر الله، چگونه نماز، ذکر، استغفار زیاد میکرد که الله گناههای گذشته و آیندهش بخشیده بود. پس برای ما این چی است؟ هر یک مسلمان کوشش کند استغفار رو زیاد کرده، در راه رفتن، در ماشین، در مثلا بگیم در خانه برآمدن، یعنی هم پدیزها و در جایی که نباشی استغفار کرد، استغفر الله استغفر الله. مثلا در پدیز برآمده الله اکبر، فرآمده سبحان الله. کدام نمود ذکرها، کدام نمود استغفاری که میدونی مسلمان باید زیاد بکنه. و همچنان استغفار سبب می شود که رزق انسان را و فرزندایش را زیاد بکند. چرا که الله سبحانه و تعالی در سوره نوح فرمودن: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. حضرت نوح قومش را دعوت کرد که قومش سرکشی میکرد. فقلت استغفروا، گفت برای قومش استغفار بکنین، باز بگردین به سوی الله. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، به درستی که
پروردگار شما بخشنده و مهربان هست، برای شما از آسمان باران میفرستد و شما را مال و فرزندانتان را زیاد میکند. همچنان اهل علم دلیل گرفتن از این آیت که انسانی که مالش کم است استغفار را زیاد بکند، توبه و استغفار را زیاد بکند، الله سبحانه و تعالی به سبب استغفارش یعنی هم مالش و هم فرزندش زیاد می شود. و همچنان در سوره هود آیت 3 الله سبحانه و تعالی ذکر کردن که و ان استغفروا ربکم، یعنی استغفار بکنین، از الله آمرزش طلب کنین، توبه بکنین، ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا، یعنی برای شما نعمت می دهد، اموال می دهد، یعنی همون مال هاتون و فرزند هاتون زیاد می شد. از همین دو تا آیت اهل علم دلیل گرفتن که هر وقتی که انسان استغفار را زیاد بکند، توبه و استغفار بکند، الله سبحانه و تعالی هم در مالش و هم در فرزندایش برکت عطا میکند. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.